تو رو خدا صدا داشته باش، خواهش میکنم ازت. سلام 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 سلام. اوکی شد؟ تو رو خدا بهم بگید اومد؟ به به، درود بر توی صدوقی. صدا هست، تصویر هست، همه چی هست. خب خدا رو شکر. فقط بچه هایی که بودن نیستن دیگه. بذارید وایسیم بیان همه. قربونتون برم، خوش اومدید. فرفریا رو داری؟ والا ایسان فرفریا رو داری که؟ خب خدمتتون عرض کنم که داشتم یه گنده دیگه میزنم اونجا. خب بذار تعداد بچه هایی که هستن بیشتر شه. من منتظرم بقیه بیان بعد اوکی کنم. به به، این از این، این از این از. خدمتتون عرض کنم که فکر کنم یه سری هم خب الان اومده باشن. یه چند دقیقه لایو گذاشتیم، یه توضیح کوتاهی دادم برای شروع لایومون. خیلی وقت بود میخواستم لایو بذارم، نمیشد به دلیل اینه که من اهلش نیستم. یه ذره سختمه بشینم اینطوری مستقیما صحبت کنم، اما وظیفه‌مه که این کارو بکنم. یه سری توضیحات لازم دونستم که بدم و با اینکه شاید خیلی چیز مهمی نباشه، حیاتی نباشه گفتنش، ولی خب حرف دل و دوست داشتم حرف بزنیم با هم، دوست داشتم با هم راجع بهش صحبت کنیم. خدمتتون بگم که گفتم از وقتی که اتفاقات جالب امسال برای من افتاد، دیدم به دنیا عوض شد، دیدم به زندگی عوض شد و طور دیگه ای دارم زندگی میکنم. حال و احوالاتم، ظاهرم، لایف استایلم، همه چیم تغییر کرده. به این جهت سبک نوشتنم، قلمم، موزیکایی که میسازم هم تغییر کرده. اما نمیخوام که کاملا این رویه جدید رو از خودم ارائه بدم و موزیکایی که قبلتر ساختم هم میخوام که منتشر بشن دونه بدونه، چون اونها هم بخشی از حقیقت زندگی من بودن و حیفه که به گوش شما نرسه. موزیکای جالبی هم خیلی هم زیادن و واسه همین لازم دونستم بهتون بگم یه موزیکی مثل با تو اینم که همین چند وقت پیش منتشر شد و یه سری موزیکای دیگر رو من قبلتر ساختم، اما دوست دارم که به گوشتون برسه. ولی موزیکای جدیدی که می‌نویسم خیلی متفاوتن و اونا رو هم بعد از اینا احتمالاً در قالب یک مجموعه به گوشتون میرسونم. آره، یه ذره این حرفای خودم رو بزنم تون، بعد بریم توی کامنت های شما و جوابتون رو بدم. راجع به کنسرت های شهرستان، تهران و اتفاقایی که برای همون حواشی که برای هر اجرا وجود داره میخواستم یه ذره صحبت کنم. خب کنسرت یه کار سنگینیه، یه ذره واقعا انرژی آدمو به شدت میگیره، با اینکه انرژی به شدت زیادی هم از طرف مردم به من منتقل میشه، اما به هر حال کار سنگینیه دیگه. این مخصوصا توی تور اجراها، وقتی که از این شهر به اون شهر، از اون شهر به این شهر میری، یا میبینی توی یک هفته 5 تا 6 تا شهر مختلف بودی، همش رو هوا بودی، تو پرواز بودی، تو راه، تو مسیر، تو جاده. این خستگی دور از خونه بودن و دور از خانواده بودن و همه اینا هستش، اما خب همش به زیبایی اون لحظه هایی که روی استیج با هم صدا میشیم میارزه. زیباست، قشنگ، جالب، عالیه. یه سری اتفاقات افتاده بود من دوست داشتم خودم راجع بهش صحبت کنم. اینکه یه شهری میریم، فن پیجا میان، مردم میان، عکاسی میخوان بکنن، افتخار میخوان به من بدن و با من عکاسی کنن و نمیشه و باعث ایجاد ناراحتی و دلخوری میشه. یه توضیح کوچیک راجبش بدم. ببینید واقعا یه وقتایی نمیشه کاریش کرد. یعنی اون شهر شرایطش نیستش، اون بک استیجی که وجود داره شرایطش نیست، اون اصلا همه اینا به کنار، نمیخوام همه تقصیرها رو هم بندازم گردن دیگران که نمیذارن و نمیشه. واقعا تا جایی که بشه ما سعی میکنیم عکاسی کنیم، اما یه وقتایی واقعا دیگه جونی نیستش. مخصوصا توی تهران، کنسرت‌های تهران، این چند تا کنسرت اخیر یه ذره
بگیر نگیر داشت این قصه عکاسی و فن پیج ناراحت شدن از من و به من پیام میدادن، به کانون و اینا پیام میدادن که با دل شکسته و ناراحت و قربونتون برم واقعا کاری نمیشه کرد. یعنی ببینید از ظهر، از 12 ظهر ما درگیر سانچکیم، داریم اونجا سانچک میکنیم، تمرین میکنیم، اجرا رو شروع میکنیم، اجرا تموم میشه بعد یه ذره استراحت کنیم، این صدای من استراحت کنه، بچهای گروه استراحت کنن که آماده شیم برای سانس دوم. ولی اگر من تمام اون تایم رو هم که از خودم بخوام این کارو بکنم، اما بعضی وقتا واقعا جونم نمیکشه دیگه، یعنی ازم بر نمیاد واقعا. اگر بخوام همه اون وایس هم عکاسی کنم دوباره برم روی استیج سانس دو، هیچ انرژی وجود نداره، هیچ چیزی نیست دیگه. میدونید صدای خسته است، انرژی بدنی آدم تحلیل رفته، ضعیف شده. واسه همین یه مقدار خواهشاً اگر یه موقعی کنسرت اومدین دیدین نمیشه که عکاسی کنیم، به من ببخشید و ناراحت نشید، چون عکاسی کردن یه کار اضافه بر سازمانه، یه کار اکستراه که اگر شرایطش وجود داشته باشه از خدامونه که انجامش بدیم. اما مهمترین مسئله اون شب کنسرت، اون شب اجراه. میدونی مردم توی این شرایط به شدت سخت یه مبلغی رو دارن میذارن کنار که بیان اون شب کنسرت بشینن، یه اجرا رو تماشا کنن، بشنون و لذت ببرن و اصلا خستگیشون در بره، خوش بگذره بهشون، انرژی خوب بگیرن. اگر قرار باشه من تمام اون بین دو سانس رو درگیر عکاسی و حواشی کنسرت باشم، دیگه انرژی روی استیج به مردم نخواهم داد و از کیفیت اجرا زده میشه، از انرژی خودم کم میشه و اگه بخواد این اتفاق بیفته دیگه به نظر من اون درست نیست. اون پولی که داره دریافت میشه بابت اون بلیط حلال نیست، اون اشتباهه. واسه همین ترجیح همه که اجرا خیلی با کیفیت تر باشه. ترجیح همه که وقتی تو سالن نشستی 1 ساعت و نیم 2 ساعت داری یک اجرا رو میبینی، بهتر موزیک بشنوی، خواننده با انرژی تری ببینی، نوازنده های پرشوق و پرذوق‌تر و با انرژی تری ببینی. واسه همین به من ببخشید اگر یه وقتایی فرصت عکاسی پیش نمیاد، به من ببخشید. من از خدامه که تک تک شما عکس داشته باشید کنار من عکس داشته باشم با شما، یادگاری بمونه. 40 سال دیگه که پیر شدم بگم آخه چقدر جالب، چه خاطراتی ساخته شد. اما به خدای وقتایی نمیشه و اصلا دوست ندارم که ناراحت بشید. امیدوارم که این توضیحاتی که دادم کافی بوده باشه. راجع به کلا کنسرت ها بگم، من از اولین کنسرت که سال 1402 می‌خواستیم بذاریم، از اولین کنسرت خدا شاهده، دوستام هم شاهدن، من خیلی ایده های جالبی داشتم و ایده های ماورایی داشتم که باید این بشه، باید اون بشه، باید فلان اتفاق بیفته، اینجوری بشه و آنطور بشه. من به خاطر ذهنیتایی بودش که تصویرسازی‌های ذهنی بود که خودم از قدیما داشتم و فکر می‌کردم که باید یک کنسرت این باشه. به خدا همیشه میگفتم کنسرت بذارم، تازه میگم کنسرت یعنی چی. و خیلی ایده های جالبی داشتم برای کنسرت و اجرا. خب اما وقتی اومدیم وارد قضیه شدیم و خیلی سعید، فرید، بچه‌هایی که توی گروه آرت کنسرت هستن به من میگفتن، توضیح میدادن، ولی من اوایل زیاد درک نمی‌کردم. با اتفاقاتی که توی ایران هستش، با شرایطی که توی ایران هستش که حالا خدا رو شکر همینام هست، با این شرایط اصلا نمیشه. یعنی سالن‌های ما اجازه انجام کارهای خیلی ویژه‌تری رو نمیده. روی استیج دکور میخوای بزنی، اصلا اون استیج تحمل یه وزنی رو نداره. از بالا میخوای چیزی آویزون کنی، اون تحملش رو نداره، اصلا سازه هاش وجود نداره. میدونی من خیلی تلاش میکنم که سلیقه خودم رو اعمال کنم، اتفاقای جالبی بخوایم رقم بزنیم توی یه کنسرت، چیزی رو ببینه مخاطب که واقعا هیجان انگیز، واقعا جالب، واقعا به یاد موندنی باشه. اما متاسفانه شرایط سالنامون اجازه نمیده به ما. حالا باز خدا رو شکر که تو تهران 2 تا سالن داریم، نمایشگاه و اسپیناس دیگه احتمالاً. آره حالا برج میلاد که فکر می‌کنم جمعیتش کمه، من تا حالا نرفتم، ولی حداقل 2 تا سالن هست با جمعیت مناسب که حداقل تعداد خوبی از شهرستان که واقعا یه وقتایی اجرا میریم و مردم بعداً گلگیشون رو میبینن، با اینکه کلی حال خوب ایجاد میشه. بعضیا بهم میگن تو دایره که این چه سالنی بود، این چه صندلی بود. به خدا تقصیر من نیستش. من فقط تنها کاری که میتونم بکنم اینه که به هر شکلی که هست، با هر شرایطی که هست، بتونم خدمت رسانی کنم، به معنی واقعی کلمه خدمت رسانی کنم. یعنی
از این صدایی که خدا به من داده، خداوند عطا کرده به من، ترانه‌هایی که به عنوان نعمت به من داده میشه، موزیکایی که برکتیه که تو زندگی من میاد، از اینا استفاده کنم برای حال خوب شما و از اون لحظه‌ای هم که اجرا هستش بتونم استفاده کنم برای خدمت کردن به مردم. یعنی کسی میاد میشینه و موزیکو میشنوه، اشکی میریزه، حال خوبی ایجاد میشه براش، خاطره قشنگی ساخته میشه براش، خوشحال میشه، از فشارها و تنش‌های زندگی ذره ازش کم میشه از رو ذهن و قلبش. برای من تمام اون رسالتیه که واقعا حس میکنم دارم. من تلاشم اینه که به بهترین شکل این خدمت رسانی انجام شه، اما یه وقتایی واقعا نمیشه. وقتی میریم فلان شهر، صندلی‌های تاشوی عروسی هست، اینایی که 40 سال پیش توی عروسی ها میذاشتن، تقصیر شهری هم نیست، تقصیر اون تهیه کننده هم نیست، تقصیر اون عوامل اجرایی هم نیستش. نمیدونم اصلا دنبال مقصر نیستم. بحثم این که تقصیری کیه نیست، اینه که من هم راضی نیستم. این توضیحی بود که دوست داشتم بدم. این که میریم توی اون سالن، اون صندلی اون شکلیه، صدا اون شکلیه، نور اون شکلیه، مطمئن باشید که من از تمام شما بیشتر دارم میخواد که اجرای جالبتر و زیباتر و با کیفیت تری داشته باشم. اما حالا هر جوری که هست ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که ثانیه ها و لحظه های خوبی رو کنار شما بسازیم. امیدوارم که اینطوری بوده باشه. این راجع به کنسرت ها بود که خواستم بگم. و کمکاری پارسال، اگر تعداد موزیکا کم بود، خب دلیل اصلیش تصادفه بودش که من خیلی عقب انداخت. امسال هم هنوز من درگیر اتفاقات اون تصادف هستم. همین الان از فکر می‌کنم آخرین کنسرتمون که 14 فروردین تو رامسر بود، یه توقفی داریم تا 21 اردیبهشت که کنسرت استانبول فکر کنم یه لحظه قطع شد، دوباره بس شد. آره تا اون موقع توقفی داریم که اون هم به خاطر ادامه مسائلیه که مربوط به تصادف و آسیب‌های پارسال میشه. من هنوز دندونام و فکم که باعث دچار شکستگی شده بود هنوز درست نشده و امسال فقط یه نمای ظاهری درست کردیم و این لبخند درست شد که من بتونم ادامه بدم تا زمان مناسب بگذره برای اتفاقایی که باید بیفته. امسال حالا رفته خورد عملهای مختلف، جراحی‌های مختلف دارم که انجام میشه. واسه همین یه مقدار ممکنه تا 1-2 ماه آینده کمتر اجرا داشته باشیم. من درگیر این مسائلم، کم بودنم بابت این مسئله است، اما کم کار نخواهم بود از نظر موزیکایی که پارسال ساخته بودم و سعی میکنم که امسال حتما به گوشتون برسونم. صالح عزیزم اومد یهو تو لایو یادم افتاد که ما پارسال ویدیوی این همه آدم رو رفتیم با چه سختی گرفتیم توی گرگان. 5 روز گرگان بودیم و هر روزشو با شرایط خیلی سخت از اجرا می اومدیم میخوابیدیم، ساعت 2 مثلا میخوابیدیم، چون دقیقا نگاه عکاسی همین مسئله بود که الان راجبش توضیح دادم. 12 اجرا تموم میشد تا 2 عکاسی میکردیم، 2 تا آدم یه دوشی بگیره، یه ذره جمع جور کنه، بخوابیم، میشد 3 ساعت 5 صبح پا میشدیم میرفتیم تصویربرداری تا ساعت 1 ظهر 2 ظهر می اومدیم یه نهار میخوردیم میرفتیم سانچک دوباره اجرا. یعنی یه 5 روز به شدت سخت داشتیم. خیلی سال زحمت کشید گروهی که اونجا با همون بودن، خیلی زحمت کشیدیم، ولی هنوز مجوز اون موزیک ویدیو نیومده. چراش هم نمیدونم. یه موزیک ویدیو برای یه موزیک خیلی جالب با یه سناریوی خیلی جالب، اما نمیدونم چه اشتباهی درش صورت گرفته یا سناریو چی رو میرسونه که هنوز مجوز داده نشده براش. امیدوارم که اونم بیاد و امیدوارم کلی موفق باشید. دمت گرم، دارم برتن شده. بچه ها هم یکی فکر کنم اینجا هستن، رفیقای من. ببخشید من دارم تون صحبت میکنم، کمتر میبینم کی هست و کی نیست. تلگرامو چک کن، دلتنگم زیاد، قربونت برم، مرسی. برنامه امسال هم که خیلی کوتاه بهتون بگم، اجراهای متفاوتی داریم. اولیش از استانبول شروع میشه. امسال یه توری خارج از ایران احتمالاً داریم، خارج از ایران تور کنسرت ها رو اگر خدا بخواد بدون حرف پیش داریم. نمیدونم کیه، کدوم شهراست، چجوریه شرایطش، فقط یه حاله ای از ابهامات وجود داره و میخوام بهتون فقط بگم همین الان زود ذوقمو با شما شریک شم. اینکه احتمالاً خارج از ایران امسال بیشتر هم دیگر میبینیم. و راجع به اجراهای تهران، راجع به اجراهایی که داخل ایران توی شهرهای مختلف و تهران قرار داشته باشیم، من دارم خیلی تلاش میکنم برای اینکه بتونم همه چیز رو متفاوت و متمایز کنم از قبل خودم، نه با کسی
مقایسه میکنم اجراها رو، نه هیچی، فقط با خودم. یعنی دوست دارم الان اگر کنسرت هامون اومدین دفعه بعد که میان یه اتفاق ویژه‌ای باشه. تا الان هم تلاش کردیم اینجوری باشه. چه پیرار سال وقتی که بند گروه با سرپرستی و رهبری اشکان آبروم بود تلاش میکردیم موزیک به موزیک عوض کنیم، دونه بدون اتفاقای متفاوت داشته باشیم. چه الان که علیرضا ریاضی داره زحمت میکشه و رهبر ارکستر آرش سعیدی، مهراد، بچه‌ها هستن، باز هی داریم تلاش میکنیم اتفاقا بیفته. اما الان یه استاپیه و من دارم سعی میکنم که تفاوت‌ها خیلی چشمگیرتر بشه، از نورپردازی، از صدابرداری، از ست لیست و ترک‌ها، از همه چیز. و یه ذره از ست لیست راضی نیستم. دوست دارم موزیکایی رو اضافه کنم و اجرا به سمت دیگه‌ای بره که حتما امسال این کار می‌کنیم. اینم برنامه امسال. فن پیجا هم چشامید، دمتون گرم. یه نفر به من پیام داده بود و من خوندم، یه پیام خیلی بلند بالا. یه جملهشو بگم که بدونه که شنیدم و خوندم اون پیامو، که میگفت 40% موفقیت کارنده به فن پیج است. راجب این صحبتت بخوام اگه جواب بدم، 2 تا جواب دارم. همین که 40% چیه؟ خیلی بیشتر از این حرف هست. خب نه فقط فن پیجا، اصلا اگر مردم منو گوش ندن، اگر شما گوش ندین به صدای من، اگر نبینید قیافه منو، اگر به کنسرت من نیایید، اصلا من چه ارزشی دارم؟ من چه فرقی دارم با یه آدمی که هیچ کاری نمیکنه؟ تمام ارزشی که ایجاد میشه به واسطه و به پشتوانه حمایت شماست. این حمایت میتونه واقعا خیلی دلسوزانه و خیلی خیلی زیاد مثل فن پیج میشه که هر روز داره تلاش میکنه، محتوا تولید میکنه، عشق میده، انرژی میده، چه به شکل یه آدمی که فقط شنونده توئه، نه کاری باهات داره، نه کشته مردته، نه هیچی، فقط موزیکاتو گوش میده و لذت میبره. بدون حضور مردم که اصلا اتفاقی برای من هنرمند و بقیه همکارانم نمیافته، اصلا ارزشی وجود نداره. این یه جوابیه که میخوام راجع به این صحبتتون بدم. دومین جواب اینه که تو رو خدا اینو دست کم نگیرید، که دست کم چیه؟ اینو فراموش نکنید که همه چیز از خداست. همه چیز من از خداست. من هنوز که هنوزه یادمه که کجا زندگی میکردم، ماشین زیر پام چی بود. عجیبی نیفتاده فکر کنی خیلی همه چیز تغییر کرده. نه، به جز اتفاقاتی که درون من عوض شده، واقعا از بیرون چیز خیلی زیادی تغییر نکرده. نمیخوام منکرشم، ولی واقعیت ها از ذهن من بیرون نمیرن و گذشته من از ذهن من بیرون نمیره و یادم نمیره که این معجزه خداست. این معجزه خداست که فقط اصلا امکان نداره. من این همه آدم رو تو خیابون میبینم، از پیک موتوری گرفته تا راننده تاکسی، تا کارمند، تا یه کارگر، تا یه فروشنده. راستشو بخوای خیلی از این کارا رو خودم هم کردم، توی اشلای مختلف، تو جاهای مختلف از این کارا کردم. اما تا خدا نخواد اصلا چطور ممکنه که تو از یه جایی پوشاپ کنی، حرکت کنی، به یه جای دیگه برسی؟ یعنی تا خدا برای من نمیخواست چطور ممکن بود که منی که اصلا نمی نوشتم بتونم شاعر شم؟ منی که اصلا نمی ساختم بتونم آهنگسازی کنم؟ منی که اصلا نمیتونستم خیلی خیلی خوب و قوی بخونم بتونم بخونم؟ میدونی؟ و همه اینا به کنار، این همه آدم هستن. همین یه هفته گذشته من 3-4 تاشون رو دیدم، تو کافه، تو رستوران، تو خیابون. این همه آدم با استعداد و درجه یک هستش که میخونه، میسازه، مینویسه. چرا نمیشه؟ پس چرا نمیشه؟ چرا اتفاق نمیافته؟ چرا اون چیزی که برای من اتفاق افتاد برای یه سریامون اتفاق نمیافته؟ ما حس میکنم فراموش میکنیم که یه اصل کاری وجود داره، یه اتصال اصلی وجود داره که همه چی برمیگرده به اون. به تلاش ما هم بستگی داره، ولی تو میتونی تلاشت رو بکنی و در یک مسیر کاملا بیفایده و بیهوده پیش بری. میتونه به هیچ جا نرسه. خیلی ها هستن که دارن تلاش میکنن و به هیچ جا نمیرسن، به خاطر اینکه فقط فکر میکنن که خودشون باید یه کاری کنن. نه عزیز من، ما هممون هیچ کاره ایم. چه منی که خوانندم هیچ کارم، چه شما که شنونده ای نمیتونی بگی که ادعا کنی که من تو رو کردم فلانی. میدونی هیچ کدوم از این انسان ها، هیچ کدوم ما انسان ها هیچ کاره نیست. هر چی هست خدا، هر چی هست وجود اصلیمون، انرژی هستی و حیاتی که در هممون وجود داره. چه فلسفی صحبت کردم. یه ذره دلخور میشم از اینکه احساس کنی چون فن پیجی، چون
کنسرت اومدی به خدا یه حرفای آدم میشنوه عجیبه، اصلا ولش کن، نمیخوام راجعش صحبت کنم. انقدر انرژیم خوبه، انقدر انرژیم همیشه زندگیم سعی کردم خوب باشه و انقدر روحم سعی کردم پاک باشه که نمیخوام اصلا خدشه‌ای بهش وارد شه. برای همین تو رو خدا فراموش نکنیم که هر چی که هست از خداست. من قبلتر رو استیجم گفتم، الانم میگم، به خدا من یه وقتایی از محله قبلیمون که توش زندگی میکردم رد میشم، نگاه میکنم، میگم اصلا مگه میشه؟ چطور ممکنه که از اینجا تو برسی به اونجا؟ یه وقتایی بیلبورد خودمو تو سطح شهر میبینم، میگم مگه میشه؟ و همش پی میبرم به بزرگی خدا، همش پی میبرم به عظمت خدا که اصلا آقا من اگر از شما نمیخواستم، شما نمیخواستی، اتفاق نمیافتاد. چند روز پیش رشت بودم، یه پسره، یه آقایی منو دید، گفتش من صدام خوبه، مینویسم، میسازم، میخونم و اینا، چجوری میتونم مثل شما کار کنم، موزیکامو منتشر کنم، اتفاق برام بیفته. خدا سرشاهده به دوستای صمیمی خودم که چند تاشون همین الان تو لایو هستن، چند تا دیگه‌شون اصلا شاید به زود موزیکاشونو بشنوید، راجبش با همه صحبت کردم راجب این مسئله و این جواب رو به اون پسر تو خیابونم دادم. گفتم عزیز من، از همه آدما دست بکش و فقط از خدا بخوا. اون نخواد یه بری از درخت نمیفته، اون نخواد هیچ اتفاقی برای تو نمیفته و اون بخواد همه اتفاقات خوب و مثبت سر راه تو قرار میگیره. این خدایی هم که من میگم از جنس دین و مذهب نیست، از جنس دین اسلام، دین مسیح و دینای دیگه نیست. خدا همون وجود اصلی که درون هممون وجود داره، همون روحی که توی من هست، توی تو هست، همون آگاهی که بین هممون منتشر شده، همون جریان هستی و زندگی که همیشه جریان داشته. تا اون نخواد اتفاق نمیفته. اصلا قرار نبود راجع به این مسائل صحبت کنم، ولی صحبت شد و خوشحالم از این اتفاق. چی بهتر از این که راجع به اینا صحبت کنم. و همیشه فکر میکردم که اگر یه تریبونی وجود داره، من باید وظیفه خودم رو انجام بدم، به همه بگم که آقا خسته شدی، کم انرژی، داغون میشی توی این زندگی، بی خیال شو، انقدر دست و پا نزن، از خدا بخوام، بیا راه اصلی اینجا، سلکی تو راه خاکی نرو. اینو از خدا خواسته بودم و برای من ساخت و خواست. قرار بود که هر وقت که به یه جایی رسیدم، یه تریبونی بود، به همه بگم که این اتفاق اینجوریه و واقعا این شکلیه. به خودش قسم که اصلا به خدا اینجا توی این دفتره متنایی که نوشته بودم، تیتر اون حرفایی که قراره با هم بزنیم، یعنی اصلا برنامه‌ای که ریخته بودم، اصلا همچین چیزی توش نبود که بخوام راجع به این مسئله صحبت کنم. ولی بدونید که خدا این اتفاقات رو رقم میزنه و خوشحالم که این صحبت‌ها شد. بگذاریم از اینا. داشت دوباره میافتی. بگذاریم از اینا. یه سری موزیک دارم، خیلی وقت بود تو فکرش بودم که بتونم اینا رو با شما تیکه تیکه گوش کنم. خب نمیدونم چی بذارم. اینو گوش کن. میبینم تو رو، دستاتو میگیرم، بهت میگم برو، قلب تو پس میدم بهت، مال خودت. از این به بعد دیگه نمیشناسم تو رو، پای من آینده تو میذاری که چی؟ ما میرسیم با گریه و زاری به چی؟ این یه تیکه کوتاه اسمش باید بریه. من قبل از اینکه چشمو عمل کنم عادت کرده بودم برای اینکه ببینم چشمو ریز میکردم. الان میبینم ولی عادت مونده رو یه ذره طول میکشه تا این حس از من بره. یکی دیگه از موزیکایی که دوستش دارم اینه. اینا ماکت ها، همش درست تر میشه.
قلبم به تو میکشونه منو، قلب من سمت تو، رو لبم اسم تو. اوکی همه رو دارم رو میکنم؟ نه این هم هست با مونده تو دلم اینا. اینقدر نوشتم و ساختم و خوندم درگیر کمالگرایی و این شدم که نه این خوب نیست، نه این خوبه، این اینجوری باید بشه، باید اون اونجوری بشه. اینقدر این کاری کردم که پرم از موزیکایی که ساختم و به گوش هیچکی نرسیده و میدونید آدم سنگین میشه. دوست دارم زودتر منتشرش کنم. مثلا این آدم بعد منم یا تو، من بساز تصویر فردا تو، بعد منم یا من یا تو. همیشه میخواست فکر میکردم فاصله از دل تو، آدم ها بودیم برا هم، راهمون ها زندگی با به اینجا کشیده بود. بگو تو چی دیده بود، همون ها زندگی با هم یکی. اصلا اشتباه گذاشتم این بذار کجاست؟ اینو علیرضا برام فرستاده بود. نه اسمش عوض کردم یادم رفته بود. غریبه ترینه آدم ها غریبه ترینه آدم ها بودیم برا هم، راهمون ها زندگی با هم یکی کرد. فاصله از دل تو تا دل من قد یه عالم، زندگی قلبمون ها با هم یکی کرد. خیلی قشنگه وای اصلا مو به تنم سیخ میشه به خدا. فکر میکردم تو همون که تا ابد دارمشی، اونی که از زندگی همیشه میخواستمشی. من و تو ما نشدیم، عشقت به من دادم چی، تو همون که تا ابد یادمشی. نگو آدم بعد منم یا تو. بس چند روز و چند اگه بگذره ساعت، اگه بگذره ساعت، اگه بگذره ساعت، اگه بگذره ساعت. نمیشه اینا رو کامل کنی؟ اینا همش کامله، من منتشرش نمی کنم فقط. چی بود این؟ اسمش از این بده. این بده که این بده که این بده که دوست دارمت دوستم نداری. این همه رو تستم و حساسیت رو من نداری. بده که یادم نمیاد. چی میخوام براتون بذارم؟ یه چیزی تو ذهنم بود بذارم براتون. نمیدونم همیشه این اتفاقا بعدها خودشون نشون میده، یا یه چیزی رو الان میذارم بعدن. ببینید من یه موزیکی رو خیلی قدیم ساختم. خب سال 99 وقتی رفتم هرمز، تیزر اولین موزیکی که میخواست از من منتشر بشه به اسم مثلا، میخواستم تیزر اینو بگیرم. تیزر این رو هم گرفتیم
یعنی ببینید این موزیک از اون موقع حضور داره توی پلیلیست من. و ویدیوش هم گرفتیم، اصلا قرار بود ترک دوم به جای سیاه‌سفید این باشه، اما یهو سیاه‌سفید ساخته شد و رفت اونجا. این بود. برای من هنوز شکل روز اولتی، هنوز سازگی تو داری واسم، هنوزم به چشمات که زل میزنم، به هیچی جز نگات نیست حواسم، هنوزم به فکر تو شبا میره خوابم، هنوز حرف تو که میشه من یه بیارادم، که واسه دیدنت حاضرم تموم شهر رو بیام پیاده زیر پام بذارم. من تمام زندگیمو دنبال یکی شبیه تو بودم، بعد پیدا کردن تموم شعرامو برا تو خوندم. تو تموم زندگیمی دیگه عشق آخری میاره. آخه یادش بخیر. نه دیگه میگه کلا قراره توی این لایو هرس بخوریم از موزیکایی که قراره هیچ وقت نشنویم. نه اتفاقا این سری قراره اینا رو براتون پلی کنم، بعد به زودی به گوشتون برسونم. اصلا دارم این کارو میکنم تو معذوریت قرار بگیرم، شرمنده شما شم، به خاطر شما بدمش بیام. بذار این کارهایی که میخوام بکنم بعدش یه تیکه هایی از موزیکایی که دوست دارین رو با هم دیگه میخونیم. دیگه چی بذارم؟ یه موزیکی هستش که فکر میکنم دقیق یادم نمیاد، ولی یا قبل از موزیک قلب منی یا بعد از موزیک قلب منی، یعنی بغل همه. یادم نمیاد اولینه یا اولونه، ولی اینو اون زمان ساخته بودم. اتفاق افتاده بودی توی قلبم قبل از دیدنت، حتی انتخابت کرده بودم تو رو قبل از رسیدنت، حتی و همه گفتن که نه اتفاق جالبی نداره و اینا، اما به زودی به گوشتون میرسونمش چون خیلی دوستش دارم. میگه اتفاق افتاده بودی توی قلبم قبل از دیدنت، حتی انتخابت کرده بودم تو رو قبل از رسیدنت. حتی این شعر یه نکته جالب داره که تا تهش کلا با 2 کلمه اتفاق و انتخاب نوشته شده و تمام مفهومش اینه که هر اتفاقی نیست، هیچ اتفاقی نیست و هر اتفاقی که میفته در پس انتخابای ماه که اتفاق میفته، انتخابامون برامون اتفاق میفته. این موزیکیه که خیلی دوستش دارم و حتما به زودی منتشرش میکنم. داره میره. بیا که پر دلم مثل ابرهای تیره، بیا دلم واسه اومدن داره میره، داره میره، داره میره، داره میره، داره میره، داره میره. اونی که دوست داشتمش داره میره، اونی که میخواستمش داره میره، اونی که داره میره، همه آیندم انگاری داره میره، از منم بر نمیاد کاری. ای خدای شکرت. یه موزیک دیگه هست، اینو نمیدونم کی، چقدر امروز دیگه سفره دلمو با شما باز کردم. اینو نمیدونم کی، نمیدونم
چطور، نمیدونم کجا، چه اتفاقی قراره به گوشتون برسه، اما میدونم که از این موزیکای معمولی نیست. این تنها موزیکیه که تا به الان من خیلی اصلا همه علاقه من در موسیقی برمیگرده به نوشتن، برمیگرده به ترانه، به نوشتن و عاشق این کارم. واسه همین از اولم دوست داشتم خودم بنویسم و معتقدم که اگر من ننویسمش واقعی نیست. اگر من ننویسم و زندگیش نکرده باشم، اتفاقی که باید بیفته نمیفته. این موزیک تنها موزیکیه که من ننوشتمش، تنها موزیکیه که یه دوست نازنینی هستش، بسیار ترانه سرای واقعا قویه. ترانه البته نمیتونم بگم شاعرن، شعر می نویسن، نمیتونم اختصاص بدم اینو به قالب ترانه. اما برای من فرستاد. من توی یک شب باحال، من بودم و علیرضا و یکی دیگه از دوستامون، اینو تو دایرکت هم خوندم. علیرضا هم پای پیانو بود، داشت یه ساندی رو تست میکرد، واسه یه موزیک دیگه داشتیم تنظیم میکردیم. یه صدای جالبی اومد و گفتن علیرضا همینو بگیر، همونو نگهش داشت. و این موزیک تنها موزیکیه که یک، ترانه‌شو من ننوشتم، دو، خیلی لایو توی لحظه ریکورد زده شده، دکمه ریکورد رو زدیم، علیرضا به صورت لایو نواخته زیرش و من به صورت لایو خوندمش، بدون هیچ آهنگسازی قبلی، بدون هیچ برنامه‌ریزی و بدون هیچ اتفاقی که از قبل تعیین شده باشه. این خیلی موزیک جالبیه، خیلی جالبه. هزار ابر سیاه به من روانه شدند و ابرهای سیاه چه سوگوارترند. هوای من بی تو همیشه بارانیست و قطره قطره عشق همیشه بی اثرم. یه جای دیگه از کاملا. تو آرزوی منی و روبروی منی، دو چشم من از تو اگرچه بی خبرم. قطعش کردم، موزیک طولانیه. این سبک ترانه و این سبک موزیکم چیزی که من زیاد دارم ولی اصلا هیچ وقت حالا از خودم نشونش ندادم، اما به زودی این کارها رو هم میکنم. موزیک من فکر میکنم سرآغاز همچین راهی بود. به نظرم میتونست این در رو باز کنه و ما رو به یه راه جدیدی ببره. خلاصه خیلی موزیک هست از جمله مثلا فاصله. چرا اصلا من ندادم این موزیکو تا الان؟ چون آماده هم از کامله، به خاطر اینکه انقدر پیش خودم گفتم خب اینی که شنیدن دیگه، اینی که حالا مثلا به گوش مردم رسیده، بذار یه موزیک دیگه بسازم. من واقعا همین الان که دارم با شما صحبت میکنم بعید نیستش که نیم ساعت بعد برم بشینم یه موزیک جدید بسازم و حس کنم که اصلا هیچ موزیکی که تا الان ساختم به درد نمیخوره، باید الان یه چیز جدید بنویسم، اینو باید منتشر کنم. این بوده واقعیت که من کمتر موزیک دادم، اما
زیاده. حالا فاصله یکی از کارهاییه که دیگه دوست دارم منتشرش کنم. شما که شنیدین، منم که شنیدم، هم که بلدم، خب باشه بیرون دیگه. چند وقته که دورم ازت، چند وقت مجبورم فقط از پشت خط گوش کنم به صدات. ببینم میاد موزیکای دیگه ای که تیکه تیکه دمو شنیدین رو میخوام منتشر کنم. برنامه‌م اینه. حالا دقیقش رو نمیگم که بعد قول نشم، ولی برنامه‌م اینه که موزیکایی که تیکه تیکه به صورت دمو منتشر شدن رو به گوشتون برسونم. موزیکایی که قبل‌تر ساختم مونده توی آرشیو خودم رو به گوشتون برسونم و بعدش برم سراغ موزیکای جدیدی که می‌نویسم. موزیکای جدیدی که همین الان دارم می‌نویسمش. همین الان دارم روشون کار می‌کنم. مثل چی؟ مثل این. خدا یکی این لایو رو قطع کنه، من همه موزیکامو دارم لو میدم. مثل توی این شهر شلوغ لاپلای این همه آدم چند رنگ پر از حرف دروغ. این که خوندم نه این سرم الان که دوری از حالا که پر شدم از غریبگی با تو، حالا که پر کرده یه غریبه جا تو. نذارم اینا دیگه جدید داغه هنوز یک ماهش هم نشده بچم. حالا که پر شدم از غریبگی با تو، حالا که پر کرده یه غریبه ای جا تو. خب بابا من هی دارم اون لایو قبلیه که قطع میشد تقصیر کیوان بود. هی زنگ میزد قطع میشد. فکر میکنم به اندازه کافی موزیک لو دادم، به اندازه کافی راجع به برنامه هایی که داشتم و دارم صحبت کردم. من زیاد اهل حرف زدن نیستم، مثلا همینه تا الان شاید سومین چهارمین لایویی که دارم میذارم. زیاد اهل صحبت نیستم. راجع به آهنگ شاد هم بخون. ببین من از خدامه که بتونم یه همچین چیزی تولید کنم. خب بذار اینو درستش کنم. یک اولی مسئله این که من خیلی آدم پر انرژی هستم. همه منو تو کنسرت ها دیدن، بگو بخندم، لبخند همیشه رو صورتمه. در چیزی که از خودم ارائه میدم همیشه اینو میبینم، یعنی خودم جلو آینه وای میستم، خودم رو نگاه میکنم، لبخند میاد رو صورتم. خب خیلی خوش انرژی ام و این احوالات رو دارم همیشه. اما به شدت آدم احساسی هستم، به شدت درون خودم آدم احساسی هستم و خیلی عمیق به زندگی نگاه میکنم و خیلی آرامش دارم و میدونی این هستش در من. برای همینه که همیشه موزیکایی که از من میشنوید خیلی آرومه، خیلی انگار دارم در گوشت برات میخونم. خیلی دوست دارم تو خلوت باشم، تو خلوت خودمون باشیم، یه مقدار دورم از فضای موزیک شاد. میدونی موزیکی که خیلی بگو بخند و بزن برقص و اینا باشه، خیلی زیاد وارد نیستم توش. و البته که کار سختیه. دو جنبه داره دیگه. میدونی کاری نداره من روی ریتم 6 و 8 بشینم الان برات موزیک بنویسم، هیچ کاری نداره. ولی واقعیت حس میکنم 6 و 8 مثل کمدی که میگن بازیگرای کمدی خیلی کارشون سخت‌تر از بازیگرای درامه. فکر میکنم 6 و 8 هم یه همچین احوالاتی داشته باشه. میدونی خیلی باید حس میکنم یه حال دیگه داره. من انقدر خودم رو توش وارد نمیدونم، واسه همین زیاد دخالتی توش نمیکنم. و در کل سلیقه‌م هم نیستش. سلیقه‌م یه ذره من 2 تا سلیقه دارم، 2 مدل که نه اشتباه گفتم، چند مدل موزیک میسازم با سلیقه‌ای که خودم دارم. ببین من هم موزیک مدرن دوست دارم، هم موزیک خیلی مدرن دوست دارم، هم موزیکای جنس قدیمی و فولک رو دوست دارم. موزیکایی که حالا چه قدیمای دهه 40 50 60 خود ایران بوده، چه قبل‌ترش، چه اصلا کلا فولک، موزیکای قدیمی که در تمام دنیا تو کشورهای مختلف کار می‌شد، اونا رو دوست دارم. کلا موزیک رو دوست دارم، ولی یه ذره ریتم 6 و 8 واقعا بعدم نمیاد. همین الان واقعا شرم و شب‌پره میذارم گوش میکنم و کیف میکنم. انقدر که این استاد توی کارش درجه‌ای که و حرفه‌ایه و من کیف میکنم از شنیدنش. چند وقت پیشم
یه تیکه ویدیوش وایرال شده بود که میخوند وقتی جای خنده غم میشینه روی لبم، مثلا میبینم میگم اوه قربونت برم چقدر غم داره این صدا، چقدر قشنگه این صدا. و کار هر کسی نیست اونقدر استادانه شاد کردن دل مردم. خلاصه من زیاد وارد نیستم تو این حوزه و سعی میکنم اون چیزایی رو که بلدم بنویسم و قلمم بیشتر به چیزای احساسی میرفته تا امروز. الان یه ذره بیشتر دوست دارم راجع به مسائلی ورای احساسات صحبت کنم، احساسات بین انسان‌ها. دوست دارم یه ذره ورای احساسات بین انسان با انسان صحبت کنم. نه که حذفش کنم، هستش، ولی این رو هم، این تب رو هم به نوشته هم اضافه خواهم کرد و سعیمو میکنم. امیدوارم بتونم یه روزی یه چیز شاد بسازم که دل شما رو شادتر هم بکنه. ولی از من توقع احساسی بودن داشته باشید، از من توقع موزیک احساسی داشته باشید، به نفعتونه. اونجا خیلی کارم درسته. فصل پاییز و زمستون اینا خوراکم. جواب کامنت ها رو بدیم، یه چند دقیقه جواب کامنت ها رو بدیم. من در خدمتم، بپرسید بگم. خدا رو شکر اون پشت خیلی به هم ریخته نیست. با تو اینم که شاده. آفرین. نگاه، شاد از نظر من انرژی مثبت و هیجان انگیزیه که میتونه یه موزیک بده. مثلا با تو اینم مورد دیگه یکی رو دارم مثلا هست، میدونی، مثبت، حس خوب به آدم میده و تو خوشحال میشی. شاد به نظر من اینه. ولی اون چیزی که اکثرا مردم میگن شاد، انگار احساس میکنم ریتم 6 و 8 میخوان برقصن و من بلد نیستم. اگر رقص و بلد نباشم آدمی نیستم که بتونم بقیه رو به رقص بیارم. شهریار مقانلوی عزیزم، علی زیای نازنین، خوبید؟ سال نو مبارک. ارادت. آقا من علی زیا اینجوری هم، ببخش منو به خدا. یکی دو باری قرار بوده که باهاش صحبت کنم، حرف بزنیم تلفنی، ولی من انقدر آدم فراموشکاری میشم، یه وقتایی درگیر کارا میشم و یادم میره. همینجا عذرخواهی میکنم ازت علی جون، به خدا. ببین 2 ماه میخوام بهت زنگ بزنم بگم ببخشید من اینجوری شد که نشد باهات صحبت کنم، ولی الان دیدم جوین شدی گفتم بهت بگم. من ببخش. تا الان شهرهای زیادی اومدیم، فکر میکنم خیلی از شهرهای ایران اومدیم. معدود شهرهایی هستش که نیومدیم، مثل خوزستان مثلا نرفتیم، اهواز نرفتیم، یه سری شهرها نرفتیم که واقعا آرزومه برم. آبادان نرفتیم، آرزومه بیام به زودی بشینم اونجا و مثلا کیف کنم از حضور در اون شهر و در خدمت باشم، خدمت رسانی کنم به مردم نازنینم همه جا. راجب رشت بگم که من اصالتا پدرم رشتیه. من تهران به دنیا آمدم، مادرم تهرانیه و پدرم رشتیه و خیلی دوست دارم رشت، عاشق رشتم. خیلی هم درجه‌ای که و متوجه شدم علاوه بر خودم آدمای دیگه بقیه اقوام ایران هم رشت رو خیلی دوست دارن. خب حس می‌کنم انرژیش واضحه دیگه، یعنی اونجا قدم میزنی همه اتفاقا خودشون واضح و بیانگر این هستن که چرا دوست داشتنی، همه جای ایران دوست داشتنی. و رشت یه اتفاقی که درونش هست و واقعا من خودم حسرت میخورم که اینجوریه، چون پدرم هم رشتیه و خیلی رشت میرم و میام و اینا دوست دارم. رشت یه سالن خوب نداره، یه سالن کنسرت نداره رشت. 2 بار رفتم رشت، واقعا سالنی که اصلا عروسی هم به زور توش میگیرن ولی مثلا اونجا کنسرت اجرا شده. دوست دارم رشت سالن خوبی داشته باشه با توجه به پتانسیلی که اون شهر داره، سالن خوبی داشته باشه در خور اجرای کنسرت برای مردم رشت، ولی فعلا نیستش. امیدوارم که اینطوری باشه و بتونیم اجراهای خوبی داشته باشیم. موزیکا رو آلبوم میدی؟ ببین من خیلی وقته که درگیر اینم که آلبوم تولید کنم. خب خیلی دوست دارم که در قالب این هر آرتیستی، هر خواننده‌ای دوست داره که این آلبوم داشته باشه توی رزومه کاریش، ولی میگم همین سختگیریه باعث شده که هی جابجا بشه، ترک ها عوض شه، بالا پایین شه. ولی امسال تلاشم میکنم که بتونم خیلی مصرتر، خیلی سفت و محکم پای تصمیماتم بمونم و اگه یه موزیکی میسازم دوستش دارم اوکی دیگه زیاد سخت نگیرم. اصلا پارسال قرار بود آلبوم بدم که اصلا تصادف کردم، عقب افتاد همه چی. حالا امسال سعی میکنم اونطور که باید پیش بره. سوال بپرسید، من در خدمت هستم.
بچه سوال باحال بپرسید، یه سوال جالبی بپرسید که نیاز به توضیح داشته باشه و بتونیم راجبش مفصل گپ بزنیم. آقا من سیبیلامو که یعنی ریشامو که زدم سیبیل گذاشتم اولین کنسرت اصلا اونجوری که باید در نیامد دیگه، میدونی. من قبل ترش یه سفر رفته بودم خارج از ایران، بعد یه کنسرتی رفتم. خب اون روز که داشتم میرفتم اون کنسرته نگاه کردم خب من تو سفرم چند وقته که چون ریشام در اومده بود زشت و اینا، اومدم با ریش تراشی که داشتم تمیز کنم صورتمو، اومدم تمیز کنم و اینا، یه ذره اینجا دست خورد، یه ذره بیشتر رفت زدم این اتفاق واسه پسرا زیاد میفته. زدم دیدم که خب سیبیل باشه دیگه، اینو نذارم. اونا سریع در میاد، بذار سیبیلو نذارم. هیچی، سیبیل گذاشتم رفتم اونجا، اومدم اونجا مثلا چند تا خارجی منو دیدم گفتم چقدر تو باحالی، چقدر خوش استایلی، از این تعریفای باحال. هی خودم نگاه کردم گفتم باحال سیبیل، خیلی جالبه. خلاصه تا برگردم بیام ایران که کنسرت هم داشتیم، اصلا ریشم در اومده بود و اینا. بعد اومدم نشستم بک استیج کنسرت، قبل سانچک بود، گفتم که سیبیل میاد دیگه، باحال بود اونجا، خیلی خوش آمد بود، بزن ریشامو بزن. سروش ریشامو زد و با سیبیل اومدم. یه مثلا سرمه هم دور چشم کشیده بود و یه چیز کم، البته قرار بود کم باشه که زیاد شده. هیچی، اومدم رو استیج. بعد چند روز بعدش واقعا خودم عکس فیلم‌ها رو نگاه می‌کردم، گفتم وای چقدر بد شد، چقدر افتضاح شد. این اتفاق میفته دیگه، هممون از این کارا می‌کنیم. خلاصه اونو خودم خوشم نیومد اون روز، اولین کنسرت خوب در نیومد از آب، ولی بعدش دیگه خوشم اومد. کم کم یه ذره تحریش در اومد، یه ذره خودم باهاش ارتباط گرفتم. البته الان این توکشو باید بگیرم اینجوری. ولی باحاله بابا، انقدر سخت نگیرید زندگی رو. من خیلی آدم تنوع طلبی هستم در مجموع، میدونی، تنوع طلب به شکل قشنگش، نه به حالت بعدش. یه ثباتی دارم تو خیلی از چیزا، ولی تنوع طلبم. مثلا دوست ندارم همش این لباسا رو بپوشم، 2 بار پوشیدم 3 بار پوشیدم دیگه بس دیگه. مثلا یهو قرمز رو ول می‌کنم میرم مشکی میپوشم. موهام 2 سال بلند بود، بس دیگه. خب زدمش، دوست دارم موهام کوتاه باشه. قبل از اینکه خواننده شم مثلا موهام سفید بود. موهام یه بار رفتم کچل کردم، با 2 زدم و سفید کردم، بلندش کردم. اومدم خونه، همه اینجوری بودن که چیکار کردی؟ بابام گفت چقدر باحال شدی. گفتم آخرش این همونی بود که می‌خواستم. و همون قبل‌تر هم الان هر کاری دلم یهو بخواد میکنم دیگه. چیزی نیستش که زندگی کوتاه، چشم هم بزنی پیر شدی، اصلا دیگه ناسور هیچ کاری نمیتونی بکنی. چرا که نه؟ مگه چند بار دیگه این سن و سالو تجربه میکنم. من الان توی 27 سالگیم به سر میبرم، دوست داشتم 27 سالگیمو با سیبیل ببینم، با موی کوتاه و فر ببینم مثلا. حالا ممکنه دوباره مومو بلند کنم، مومو کوتاه کنم، فر کنم، صاف کنم، رنگ کنم، سیبیل بذارم، سیبیلو بزنم، ریش بذارم، هر کاری میشه کرد و اینا اصلا اهمیتی نداره. آدم یه چیزایی رو از درون خودش باید ثابت نگه داره و اونا قوانینش باشه، از اونا بیرون نره، بقیه چیزا مهم نیست، هر چقدر دلت خواست تغییرش بده دیگه. همین جواب بده، جواب منم بده دیگه. استقلال یا پرسپولیس؟ بچه‌ها من کلا چیز نیستم، کلا فوتبالی نیستم. یعنی از بچگی تو کوچه همه داشتن فوتبال بازی میکردن. من مثلا اگر سالی یه بار میرفتم تو کوچه دوچرخه بازی میکردم. اهلش نبودم اصلا هیچ وقت. و بعدن هم چند سال پیش تو بازی‌های خیلی خوب تیم ملی بود که داشت میرفت جام جهانی و توی جام جهانی بازی میکردن اینا. اونجا نگاه میکردم گفتم به به، یه حس افتخار قشنگی بهم دست داده بود و اونجا یه ذره فوتبالو برام جالب شد و بهش علاقه پیدا کردم و واسه همون مثلا هر کی بهم میگه چه تیمی، تیم ملی دوست دارم. تنها تیمی که دوست دارم تو ایران تیم ملی، میگم به به چقدر قشنگه. ولی فوتبالی نیستم کلا. اما فیفا کابوس خیلی از دشمنا. فیفا همین آقا کیوان دفعه پیش اینجا یه جوری باخت که تهش گفتم شرط تو انجام بده، استوری بذار. برگشت تو چشام نگاه کرد گفت ببخشید. آره این کیوان. من
من رضا تو میدونی دیگه پیرمردی ام، من تیم ملی. تو داداش آخه رفتی فوتبال بازی کردی، رباط صلیبی اینا همه رو از دست دادی. منم بچه بودم به خدا 2 بار رفتم فوتبال بازی کنم، یه بار این زانوم در رفت، یه بار اون زانوم در رفت. اصلا دیدم من مال این کار نیستم، برام شعرمو بنویسم بهتر. چه حالی میده لایف. قبلا تو کافه استوری نذاشتی؟ فیفا تو کافه استوری نذاشتی؟ یعنی چی؟ همین تو کافه استوری نمیدونم. امین نوارم بچه احساس میکنم خیلی ضعیفه. بعید میدونم، به قول سعید بعید میدونم کسی بهتر از من بیاد دیگه. سلام آقا حامیم، آقا علیرضا. بچه علیرضا خانی واقعا درجه 1، واقعا درجه 1، بهترین، بامزه ترین، جالب ترین کارگردانی که من از نزدیک دیدم. خیلی جالب، خیلی باحاله. انقدرم رفیق خوبیه، با جنبه است، اذیتش میکنیم، شوخی میکنیم و همش در جهت اینکه هممون بهمون خوش بگذره پایه است. می‌بینی؟ فقط متاسفانه یه ذره کارش خوب نیستش که امیدوارم اونم خوب شه. به یه چیزی یکی سوال پرسید یادم رفت. بیوگرافی. آقا من بیوگرافی بدم یا رنگ مورد علاقه ما بگم؟ من رنگ مورد علاقم قرمز و مشکیه. همه زندگی من یا قرمز یا مشکیه. عاشق این 2 تا رنگم و سفید، یعنی سفید، قرمز، مشکی. این 3 تا رنگ مورد علاقه های منن. گفتن میخوای تو پایتخت بازی کنی؟ راسته نه بابا، من تو پایتخت بین این همه آدم درجه 1 چی بازی کنم اصلا؟ من کارم موزیکه. ببین من خیلی دوست دارم یه روزی هم شاید این کارو بکنم، ولی یه روزی یه جوری این کارو خواهم کرد که به خودم افتخار کنم، نه صرفا به خاطر اینکه حالا خواننده‌ام منو میشناسن برام این فیلمی بازی کنم. نه، دوست دارم بازیگر باشم، بازی کنم اگر خواستم این کارو کنم. حالا فعلا توی مسیری که انتخاب کردم بیشتر تمرکزم اینجاست. سوال بپرسید بگم. دیگه نمیری رامسر که تازه بودیم. میگم امسال من یه ذره درگیره، یه سری عمل جراحی هم یه مقدار تصادفی که کردم، یه سری آسیب به فک و دندونای من خورد که الان اینا ظاهریه، اینا رو باید بردارم از زیر درست کنم و فلان و اینا. حالا توضیحات ندم دیگه، ولش کن. حامیم از افغانا خوشت میاد؟ ببین من چند تا رفیق افغانی درجه 1 دارم، چند تا رفیق افغان درجه 1 دارم از قدیم‌تر. اصلا خیلی یهویی مثلا با یکی دوست شدم، یه کارگری بوده یه جا، بعد من داشتم اونجا کار میکردم، با هم دوست شدیم، رفتیم اومدیم، غذا خوردیم، گفتیم، خندیدیم. یعنی هم دوست شدم باشون چند باری، هم الان مثلا رفیقای درجه 1 دارم، بازیگر درجه 1 که افغانه اصالتا. و من اصلا کاملا فارغم از اینکه کی مال کجاست، اصلا کامل تمومم. میدونی انسانیم دیگه، هممون بنده خداییم، این عظمت خدا درون ما وجود داره، بدن، دست، پا، چشم، گوش، روح. اصلا عاشق همم. من به خدا عاشق تمام مخلوقات خدا، از اون برگی که از درخت میفته تا بزرگترین آدم، چه خوب چه بد. همین یه انرژی بده برم درس بخونم. تو اگه بخوای درس بخونی به انرژی من نیازی نداری. الکی بهونه نیار. آره خیلی دوست دارم، همه انسان‌ها رو به شدت دوست دارم. بیوگرافی بدم؟ بیوگرافی خدایی ظلمه دیگه. راجع به درس خوندن اصلا از من سوال نپرسید. من خیلی بچه درس خون بودم، خیلی درس خون بودم. البته درس خونه شب امتحانی ها، شب امتحان تا صبح درس میخوندم، صبح امتحان میدادم و میمادم 20 میشدم. اینطوری بودم. و بعدش هم اصلا تو ادامه که رفتم دانشگاه و دانشجو بودم و پیش رفتم، اینجوری بودم که اصلا چیکار داری میکنی؟ به دردتون نمیخوره. اصلا تو که میدونی چیکار باید بکنی، این چیه اصلا؟ چرا داری این درس رو میخونی؟ من طراحی صنعتی میخوندم تو دانشگاه و اصلا اینجوری بودم که خب باشه دونستنش قشنگه، ولی خب مثلا من میخوام فردا برم طراحی صنعتی کار کنم، نه
ول کن دیگه، بیا برو دنبال زندگیت، وقت تو الکی هدر نکن اونجا. و این کار کردم. مثلا همین راجع به درس خوندن اگر از من سوال کسی کنه، مثلا پسر خالم که کنکوری امسال، بهش میگم که حال میکنی اگه راحتو تو این درسه میبینی برو درس بخون، اگر نه راحتو اینجا نمیبینی راحتو پیدا کن، یعنی الکی خودتون رو گیج نکنی. یه سری سوالا هست که اصلا اینو تو ذهنم گذاشتم اگر یه روزی یه جایی خواستم با یکی مصاحبه کنم، صحبت کنم، همه فکر کنم همچین سوالایی رو تو خودشون دارن. یه سری سوال میپرسن، خودشون هم تو دل خودشون جواب میدن. من که دارم این شکلیم. اگه از من بپرسن نظرت راجع به X، نظرت راجع به Y، نظرت راجع به فلان آقا فلان خانم چیه، جوابم اینه که نظر من چه اهمیتی داره، اصلا نظر من چقدر مهمه، چه فرقی داره. من نظرم هر چیز که باشه راجع به یک فرد چه تأثیری داره. تو چی میخوای از من بدونی که نظر من راجع به اون مهم باشه؟ اصلا مهم نیست. مثلا فلان آقا فلان کاره است، فلان موزیکو داره، مثلا فلان شعر رو می‌نویسه، نظر من اینه. خب نظر من مهم نیست اصلا. اون داره زندگیشو میکنه، خفنه، کارشو میکنه، تو اگه حال میکنی گوش کن، ببین بازیشو، نمیدونم هر چی، حالا تو هر جا باشه. اگر حال نمی‌کنی هم ول کن دیگه، نظر من هیچ فرقی نداره. واسه همین دوست ندارم راجع به کسی نظر بدم. همه خوب، همه عالی، همه درجه یک. حامیم چرا جواب نمیدی؟ شما سوال بپرس من جواب میدم. چرا استوری فن پیج رو نمیبینی؟ خیلی تک کردم. بچه‌ها یه استوری شاید بعد از این لایو بذارم توی 1 ماه گذشته که تازه من کم فعالیت بودم، نه پستی گذاشتم، نه استوری زیادی گذاشتم، نه زیاد فعالیتی توی اینستاگرام کردم. لای پرانتز یه چیزی رو هم توضیح بدم. من کلا امسال تصمیم گرفتم اینستاگرامو ترک کنم، نه که اکانتمو ببندم و برم. من خیلی کلافه میشم، یهو به خودم میومدم میدیدم 1 ساعته توی اینستاگرام دارم هی پست نگاه میکنم، ویدیوهای خودمو. آخه من مثلا فن پیجا هی میذارن دیگه، هی دارم نگاه میکنم، هی خودمو میبینم، خسته و کلافه میشدم. میذاشتم این برام، گفتم ای بابا، واسه همین تصمیم گرفتم حالا محتواهای زرد دیگه که به کنار. امسال تصمیم گرفتم که اینستا رو ترک کنم. یه استوری بعد از این لایو میذارم که توی 1 هفته پیش من فقط 1 روز بود که 1 ساعت توی اینستاگرام بودم، بقیه‌اش رو همه رو زیر نیم ساعت. خب اینستاگرام چیزی نداره، من هیچی به من نمیده، هیچی اضافه نمیکنه. میدونی من فقط به خدا میام اینستاگرام پست استوریای شما رو میبینم، یه ذره براتون محتوا میذارم، استوری میذارم، حالتون رو میپرسم، یه ذره دایرکت چک میکنم، ولی خیلی شلوغ شده. میخواستم اینو بگم که توی این 1 هفته گذشته که زیادم فعالیت نکردم، توی این 1 هفته گذشته 26 میلیون ویو داشته پیج من. توی این 26 میلیون 10% هم اگر من پیام داده باشه 2,600,000 نفر. نه کمش کن، 10% درست گفتم؟ آره دیگه، کمترش کن 260,000 نفر اصلا به من پیام داده باشن، نه کمترش کن 26,000 نفر اگه به من پیام داده باشن. من کدومو ببینم؟ چیو ببینم؟ چیو بخونم؟ کدومو جواب بدم؟ خیلی سخته به خدا. یه ذره چیز میشه دیگه، یه ذره سخت میشه، زیاد نمیشه این کار کرد. همین دیگه، استوری که فلان. خب بعد دیدم چو اذیت نکن به خدا، این سوالا حال نمیده. حامیم خواننده ایرانی مورد علاقتیه؟ همه من همه رو گوش میدم به خدا. اینم نه که بشینم صبح تا شب گوش کنم، اصلا زیاد موزیک ایرانی گوش نمیدم، اکثرا موزیکایی که گوش میدم ایرانی نیست. ولی یه وقتایی هم که میرم شروع میکنم پلی کردن موزیک ایرانی، همه رو گوش میدم. موزیک جدید هر کی میده گوش میدم، از آرتیستای جدید هر کی میده گوش میدم، از آرتیستای قدیمی هر کی موزیک منتشر میکنه گوش میدم، همه رو گوش میکنم و از شنیدن این زیبایی کیف میبرم. موزیک خیلی زیباست، یعنی یه زیبایی رو خدا به صدای آقای ایکس میده، یه زیبایی رو به صدای خانم ایگرگ میده، یه زیبایی رو به صدای من میده، یه زیبایی رو به قلم فلانی میده و من خودم رو محروم نمیکنم از شنیدن اینا. همه رو گوش میدم.
ایرانی گوش میدم، خارجی گوش میدم، فیلم میبینم، خیلی فیلم میبینم، سریالای ایرانی میبینم، سریالای خارجی میبینم، فیلم‌های خفن درجه 1 میبینم، کتابای خیلی جالبی دارم میخونم این روزا. اگه حال کردین کتابا رو باهاتون به اشتراک میذارم که شما هم بخونید، خیلی جالبه. و دیگه چی؟ کلا علاقه‌مندم دیگه، به زندگی کردن علاقه‌مندم، خوشم میاد. موزیک گوش میکنم، هر چیزی که به زیبایی این جهان کمک کرده رو با عشق نگاه میکنم، میبینم، حال میکنم، راه میرم، نفس میکشم. به به. کدوم آهنگ خودت رو دوست داری و چرا؟ یه سوال قشنگه و یه جواب قشنگ براش دارم. من اون آهنگی رو که هنوز ننوشتم رو از همه بیشتر دوست دارم. این شاید یه مقدار نامفهوم باشه، ولی واقعا اون آهنگی رو دوست دارم که هنوز ننوشتمش. اون هیجانی که درونم داره رو خیلی دوست دارم. یعنی همیشه با هم این دوست داشتم. و چیزایی که منتشر شده، از بین ترکایی که منتشر شده، اگر داری سوال میکنی، هیچ فرقی برام نداره. همشون دوست دارم. کتاب معرفی کن. یه کتاب هست بعد لایو استوری میذارم. کتاب خیلی کوچیکه، الانم فکر میکنم تازه منتشر شده، توی همه کتاب فروشی ها هست. یعنی خودم چند تا کتاب خونه و کتاب فروشی رفتم دیدم که هستش تو استندش. فکر میکنم چیه؟ هنره؟ نه هنر نیست اصلا. چیود؟ حالا میذارم راجبه بلش کن، عکسشو میذارم، یادم نمیاد اسمش. بیوگرافی میدم. ببینید من اسمم از بچگی که به دنیا اومدم، مادرم اسم منو گذاشته حامی. یه میم آخری که الان هست نبوده. خب اسم من بوده حامی. فامیلیم هست صالحی. متولد 26 بهمن سال 1376 م. و اون تایمی که به دنیا آمدم تهران محله پیروزی بودیم، اونجا به دنیا آمدم و توی سالهای زندگیم چند باری جابجا شدم و الانم که در خدمت شما. باشگاه دیر نشد. نه دارم میرم دیگه. سعید جون سلام، خوبی؟ دیر اومدی، من دارم میرم. بچه شخصی نپرسید دیگه، من همه چی گوش میدم. بیوگرافیم هم که همینه. حالا یه اسم شناسنامه‌ای هم دارم که لازم نیست بگم به نظرم، شاید بعدم بگم. ولی این که بهم میگن حمید رضا اشتباهه. ببینید خیلی یه بیوگرافی اشتباهی هست از من به اسم حمید رضا حامی نوشته شده که ایشون یک آرتیست درجه 1 هستن و خیلی قدیمی ترن. یعنی مثلا اصلا یعنی مشخصه اون سنی هم که حتی توی اون بیوگرافی نوشته شده سن ایشونه، ولی اشتباهاً انگار این اتفاق چی میگن، این دو تا با هم دیگه تلفیق شده. اشتباه بیوگرافی ایشون با موزیکای من قاطی شده، ولی اینطور نیستش. آره من حامیم، در خانواده برای شما هم حامیم هستم، ولی باز چون خانواده‌مید میتونید حامیم یا حامی بهم بگید، اما دیگه چه کاری، همون حامیم بگید دیگه. از اول از آهنگات راضی؟ از آهنگام خیلی راضیم، خدا رو 1000 مرتبه شکر. آره بابا خیلی آهنگای قشنگیه، کیف میکنم. هنوزم بعضی وقتا میرم از اول میذارم، از مثلا گوش میکنم تا الان، تا یه وقتایی از چند سال پیش، از اونایی که نوشتم و شما نشنیدیم، از اونجا گوش میکنم میام تا جلو و میگم به به آفرین، خدا رو شکر میکنم براش. من دیگه فکر میکنم چیزی نمونده که راجعش صحبت کنم. یه جمع‌بندی اگه بخوام بکنم، امسال در چند ماه آینده اولین کنسرتمون که 21 اردیبهشت فکر کنم توی استانبول، که این گوشی من نیافته بیشتر رو توضیح میدم. اولین کنسرتمون 21 اردیبهشت توی استانبول، میبینمتون اونجا، با افتخار در خدمتتون هستم.
امسال احتمالاً در خارج از ایران همدیگر رو میبینیم، اونم باز خبر میدم که کی و کجا و چه شکلی و چه جوری. دارم تلاش میکنم روی کنسرت ها و اجراها که نمایش جالب تری داشته باشیم در مجموع در امسال، چه تو تهران چه تو شهرهای دیگه، از لحاظ بصری، از لحاظ صوتی، از همه نظر. و اگر کم هستم توی اینستاگرام، اگر کم میبینید منو، بدونید که به شدت دارم روی خودم کار میکنم، به شدت دارم درگیر ساخت موزیکم، مینویسم، میسازم، میخونم، ورزش میکنم، حال روحی خودم رو بهتر و بهتر میکنم. این کاری که دارم میکنم و در نتیجهش ممکنه که کمتر در کنار شما باشم. صدا رو میشنوی؟ این ساختمون ما یه باگی داره. این سیستم امرجنسیش که آژیر میزنه یه باگ داره. بعضی وقتا یه چیزی اتصالی میده این میزنه. منم هر سری سکته میکنم. یه شب 3:30 خوابیدم، 4:30 صبح شروع کرد به زدن تا 7 صبح. دیگه صدای چیه؟ میشه دیگه جنگ شد. آره خدمتتون عرض کنم که این شکلی به زودی هم دارم تمام تلاشم میکنم که موزیکایی که مونده توی آرشیوم رو تون همه رو بدم، شما هم بشنوید، شما هم داشته باشیدش توی پلیلیستتون. و بعدش میرم سراغ موزیکایی که جدید تولید کردم و از سلیقه جدیدم برمیاد. یعنی موزیکایی که با سلیقه جدیدم نوشتم و ساختم و خوندم و به گوشتون میرسونم. باشگاه دیر شد برو بابا، تو نگران باشگاه من نباش، ما این کوه عضلات رو قبلا ساختیم. نه میرم دیگه هیچی دیگه، همین دوست داشتم راجع به اینا صحبت کنیم که اگر یه تعداد موزیک زیاد اومد بدونید که موزیکای این که باید به گوشتون برسه. و بعدش میرم سراغ موزیکای جدیدی که دارم الان این روزها مینویسم و میسازم. اونا هم برای شما شنیدنش جدیده، جذاب، جالبه مطمئناً، ولی خودم به شدت منتظرم اونا رو بشنوید. بیایم سراغ موزیکایی که جدیدن دارم مینویسم و تولید میکنم. این گلایی هم که اینجا میبینید گل نیست، شمعه در شکل گل روزه، خیلی قشنگه. خانم نجفی هدیه دادن به من. فکر کنم بچه‌هایی که شرکت آرادو میشناسن بشناسن ایشون. صدا رو داری که گرفتن. آره اینو داشتم میگفتم، یه کارگاه چی میگن بهش، اینا رو خودشون تولید میکنن. حالا برای تشکر بعداً پیجشون رو معرفی میکنن، اگر علاقه داشتین شمع بخرید ازشون بگیرید. دیگه همین دیگه، همین دوست داشتم ببینم ازون. البته شما منو دیدید ولی من کیف کردم. امر نیست. من خاطراتم با تو رو هر شب مرور میکنم، میمیرم از دوریت ولی حفظ غرور میکنم. اینجای خالی تو دلم با خودتم پر نمیشه، با این همه از تو دلم هنوز دلخور نمیشه. تمام. من خاطراتم با تو رو هر شب مرور میکنم، میمیرم از دوریت ولی حفظ غرور میکنم. موزیک ویدیوی کنسرتی نداریم. چرا؟ اتفاقا 2 موزیک ویدیوی کنسرتی داریم که اسفند 1402 ضبطشون کردیم. بله اسفند 1402 ضبطشون کردیم و من متاسفانه هنوز منتشرش نکردم، اما همین امروز فرید زنگ زد که تو رو خدایی نوکیش کنیم منتشرش کنیم. بعد ببینم و دیگه نکات آخرش رو بگم و به زودی منتشرش میکنم. ببینید من یه اخلاق بدی که دارم اینه که باید همه چی مرتب انجام بشه. خب یعنی قدم به قدم میبینم هر چیزی رو، میگم اول این کارو بکنم، بعد این کارو کنم، بعد اون کارو بکنم. اما این خیلی بهم آسیب میزنه بعضی وقتا.
در اکثر مواقع خوب پیش رفته، ولی بعضی وقتا بهم آسیب میزنه. میخوام یه ذره اینو کنترلش کنم. برای همین امسال ممکنه یکم شلخته پلخته یه سری کارو بکنم، موزیک ویدیوهای متفاوت بدم یا کارهای متفاوت از من بشنوید و خودم ذهنم اینه که همه چی باید یه یک دستی داشته باشه. اما امسال چون میخوام با این موضوع درون خودم مقابله کنم، ممکنه یه ذره غیر هماهنگی کارا رو بکنم، موزیک ویدیوهای مختلفی رو بدم یا کارهای جالب بکنم. ولی در مجموع این آخرین حرفیه که میخوام بزنم و لایو رو تمامش کنیم. خیلی 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 خدا منو دوست داره، خیلی خوش به حالمه و خیلی خوشحالم از زندگی که دارم. خیلی خوشحالم که این نعمت‌ها رو دارم و به واسطه این نگاه خداوند به من تونستم مهر و محبتی از طرف شما نسبت به خودم رو لمس کنم. اینکه شما منو دوست دارید، اینکه به من اهمیت میدید، اینکه محبت دارید به من، اینکه موزیکای منو گوش میدید، اینکه تو خیابون توی این ور توی اون ور منو میبینید سلامی به من میکنید، باعث دلگرمی من که نه باعث افتخار منه. میبالم به خودم و از خدای خودم هر لحظه تشکر میکنم که این نعمت بزرگ، این عزت رو به من دادی. خدا رو 1000 مرتبه شکر میکنم و واقعا از صمیم قلبم، چه شما توی این لایو الان هستین و میشنوید، چه وقتی که نیستین همینجا میشینم واسه خودم توی خونه آروم نفس میکشم و تصویر سازی میکنم، همه اتفاقای خوب رو دعا میکنم، انرژی خوب میخوام بفرستم به تک تک انسان‌هایی که روی این کره زمین هستن، به تک تک حیوانات، به تک تک گیاها، درخت‌ها، آسمون، کوه، ابر، زمین. به همه انرژی مثبت خودم رو انتقال میدم و از صمیم قلبم دلم میخواد که همتون در صلح و آرامش و عشق باشید، سلامتی باشه، همیشه به قول رسول سلامتی باشه، عشق باشه، صمیمیت باشه و آره از صمیم قلبم دلم میخواد که همتون هر لحظه یه لبخند از رضایت ته قلب روی لباتون باشه و خوشبخت باشید، خوشحال باشید. خیلی دوستتون دارم. پرحرفی منو ببخشید. 3 سال حرف نزدن یهو توی این لایو جمع شده بود و دوست دارم که به زودی زود تک تکتون رو شهر به شهر جاهای مختلف ببینم، موزیکا رو منتشر کنم، به گوشتون برسه و کلی عشق رو با هم دیگه در جریان هستی توسط ما یه عشقی به جریان در بیاد، به حرکت در بیاد. خیلی دوستتون دارم. تاج سعید.